پیام کوتاه امام درباره لزوم اعدام سلمان رشدی به جرم اهانت به پیامبر اعظم به سرعت به سراسر جهان مخابره می شود و نویسنده مرتد کتاب آیات شیطانی با حمایت پلیس انگلیس به مخفیگاه می خزد و زندگی پنهانی را آغاز می کند. امام انتشار آیات شیطانی را توطئه‌ای پیچیده برای زدن ریشه دین و دینداری می داند و با فتوای قاطعانه خود این جریان را سد می‌کند. 6 اسفند 67 امام خمینی در پیامی که به استراتژی انقلاب و جمهوری اسلامی معروف می‌شود، راه آینده کشور را ترسیم می‌کند. پیام خطاب به مراجع اسلام و روحانیون سراسر کشور صادر شد. امام با تجلیل از تاریخ مجاهدات و مبارزات روحانیون آگاه، جدای دین از سیاست و تحجر را 2 آفت بزرگ و تاریخی حوزه‌ها می‌خواند و روحانیان روشنبین و انقلابی را به وحدت و هوشیاری کامل در مقابل این 2 آفت دعوت می‌کند. امام با تبیین برکات فراوان ایستادگی ملت در 8 سال دفاع مقدس به دفع متجاوز و اثبات عزت و صلابت اسلام اشاره و با انتقاد از جفسازی برخی لیبرال‌ها و افراد سوس عنصر درباره جنگ تحمیلی تاکید می‌کند. صدور معنوی انقلاب، اثبات مظلومیت ملت ایران، اتکا به توانایی‌های ملی، شکستن ابهت ابرقدرت‌ها، استحکام ریشه‌های انقلاب، اثبات توانایی ملت‌ها در ایستادگی مقابل ستمگران جهانی و استمرار روح اسلام انقلابی از جمله برکات پایداری ملت است. امام بار دیگر از اعتماد خود به لیبرال‌ها در اوایل انقلاب ابراز تأسف می‌کند و به صراحت اعلام می‌کند تا من هستم نمی‌گذارم حکومت به دست لیبرال‌های غرب‌زده بیفتد. رهبر انقلاب در این پیام آینده‌ساز فقه را تئوری واقعی و کامل اداره انسان و اجتماع از گهواره تا گور می‌خواند و به علمای عظیم الشأن اسلام توصیه می‌کند از همکنون برای نیازها و مشکلات آینده جامعه بشری فکری کنند. تحویل حال الی احسن الحال این است که انشاءالله در این سال نو ما تغییرات روحی بدیم، یعنی واقعا تحول برامون حاصل بشد. الان در بسیاری از کشورهای بزرگ اقتصادن. چرا؟ نفسشون زیاد در نمیاد. اگر یه دفعه اقتصادی در یک بقصخانه در ایران درست بشن ببین چی میکنه. چه ساعت قشنگی آقا دست بکنه؟ آه؟ خب میدونم و همه خاطر میگم قشنگی. همیشه که ماها پیشتون هستیم بابا. در 8 فروردین یک خبر در سراسر ایران پخش می‌شود. امام با استعفای آقای منتظری موافقت کرد. امام در پاسخ به نامه استعفای آقای منتظری خاطر نشان می‌کند که از اول با انتخاب او به قائم مقامی مخالف بوده ولی در مقابل اختیارات قانونی خبرگان سکوت کرده است. امام که حدود 2 سال پیش در ماجرای انحراف عمیق مهدی هاشمی معدوم به آقای منتظری توصیه کرده بود بیت خود را از افراد ناصالح و مخالف نظام پاک کند، بار دیگر این نصیحت را تکرار می کند و تلویحاً آقای منتظری را به دوری از سیاست و پرداختن به درس و بحث حوزوی توصیه می نماید. جمعی از نمایندگان مجلس سوم و اعضای دولت که ظاهراً از واقعیت مسئله مطلع نیستند، در خصوص پذیرش استعفای آقای منتظری نامه‌ای به امام می‌نویسند. امام در پاسخ می‌نویسد پدر پیرتان 2 سال تلاش کرد که کار به اینجا نکشد و سرانجام وظیفه شرعی باعث شد تصمیم لازم را برای حفظ نظام و اسلام بگیرد. امام تاکید می‌کند دفاع از اسلام و نظام شوخی بردار نیست و در صورت تخلف هر کسی در هر موقعیت به مردم معرفی خواهد شد. چندی بعد سید احمد خمینی با انتشار مکاتبات و مطالبی که به رنجنامه مشهور می شود، گوشه‌هایی از آزار و رنجی را که امام مظلومانه در این ماجرا تحمل کرده فاش می کند. ریشهری وزیر اطلاعات نیز در خاطرات خود واقعیات تأمل برانگیزی را از علل و زمینه‌های کناره‌گیری آقای منتظری و صبر و مظلومیت امام برملا می‌سازد. پذیرش استعفای آقای منتظری برخی اصحاب امام را نگران آینده انقلاب می‌کند. ما یه جلسه با رؤسای قوا و نخست وزیر احمد آقا خدمت امام بودیم، همون موقعی که مسئله آقای منتظری داغ شده بود
و ما با امام مباحثه داشتیم. ما یکی از احتجاجاتمون با امام این بود که شما اگر آقای منتظری رو کنار بگذارید ما در رهبری دچار مشکل میشیم. شورایی رو امام هم شورایی رو خیلی تمایل نداشتن هیچ وقت. فردم ما گفتیم ما فردی رو نداریم الان که مطرح بکنیم تو جامعه، چون ما فرضمون بر مرجعیت بود و با همون مسائل بود. اما فرمودن چرا ندارید آقای خامنه‌ای؟ البته ما میتونستیم اون روز حمل کنیم این رو برای اینکه امام خب برای اینکه ما رو قانع بکنند بگن تو بنبست نیستید. ما در این مقدار البته قرارم گذاشتیم به کسی نگیم، ما هم نگفتیم. واقعا خود آقای خامنه‌ای اصرار داشتن این مطرح نکنید، ایشون به من فرمودن نبادا بگید، منم نمیگفتم. یه بار دیگه من خصوصی خدمت امام رفتم باز رو همین مسئله. من چون تو جلسه عمومی شرمم میومد خیلی بحث مثلا یه دندگی با امام بکنم، خب تنها که میرفتم خیلی آزادتر حرف میزدم، خیلی با ایشون یه دندگی بر رفتم رو مسئله. بازشون با من تو همون جلسه فرمودن که شما وقتی مثال خامنه‌ای رو دارید چرا تردید دارید، چرا مشکل دارید؟ امام با درک عمیق خود از تأثیرگذاری استراتژیک قانون اساسی در حرکت عمومی کشور 4 اردیبهشت 68 در نامه‌ای به آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور هیئتی را مأمور می‌کند تا در حداکثر 2 ماه متمم قانون اساسی را تدوین کند. رهبری، تمرکز در مدیریت قوه مجریه، تمرکز در مدیریت قوه قضاییه و تعیین جایگاه مجمع تشخیص از جمله زمینه‌هایی است که امام خواستار تصمیم‌گیری درباره آنها شده است. آیت الله مشکینی در نامه‌ای از امام درخواست می‌کند نظر خود را درباره متمم قانون اساسی بیان کند. امام در پاسخ فقط درباره موضوع رهبری اظهار نظر می‌کند و در راهنمودی که تنها حدود 1 ماه بعد عمق راهگشای آن آشکار می‌شود، شرط مرجعیت را از ویژگی‌های رهبری حذف می‌کند و شرط اجتهاد را کافی می‌داند. آیت الله خامنه‌ای رئیس جمهور امروز 23 اردیبهشت 68 به چین و کره شمالی سفر می‌کند. سید احمد خمینی بعدها فاش می‌کند تلویزیون در حال پخش تصاویر دیدارهای آقای خامنه‌ای در این 2 کشور بود که امام گفتند الحق که آقای خامنه‌ای شایسته رهبری است. خرداد 68 فرا رسیده است. برخی خبرها حاکی است امام بزرگوار امت اسلام و مراد دل ملت ایران بیمار و در بیمارستان قلب بقیت الله جماران بستری شده است. این اطلاعیه امشب از سوی دفتر حضرت امام منتشر شد. بسمه تعالی به اطلاع ملت شریف و عزیز ایران میرسانیم امروز در ساعت 3 بعد از ظهر در سیر درمان حضرت امام مد ظله العالی مشکلی